عزیزان چطوری؟ من ساله هستم و خوش اومدیم به چنل گیم شو. امروز میخوایم نکته هایی رو که بقیه درباره فارم الدن بهتون نگفتن و بهتون آموزش بدیم. پس شما رو به رفیقم سجاد میسپارم و بدون معطلی بریم ویدیو رو ببینیم. خب دوستان، همتون دیگه این مکان فارم رو میشناسین، ولی نگید که همتون تا تهش میریم. سلام، خوش اومدید به چنل گیم شو. نکته که باید قبل از شروع ویدیو بگم، شما حداقل باید یه بار بازی رو تموم کرده باشید، چون به سلاح الدن 20 نیازمندیم. درسته این فارم رو قبلا بقیه گفتن، ولی به دلیل اینکه داخل نسخه آپدیت دیگه نمیشه از پای مرغ به صورت بی‌نهایت خرید، باید رفت فارمش کرد و درستش کرد. ما داریم این روش رو بهتون میگیم تا بتونید از هر پای مرغ سود بیشتری ببرید. و اگه نمیدونید چجوری پای مرغ درست کنید، لینک ویدیویی که داخل دیسکریپشن گذاشتم و حتما برید و ببینید. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید. برای راحت تر فارم کردن به چند تا تالیسمن نیاز داریم که عکسش رو روی صفحه گذاشتم براتون. اگه دارید که بذارید، اگه نداریدم ادامه ویدیو بهتون میگم که کجا بگیریدشون. اگه دقت کنید 68200 پول داریم که پای مرغ یوز میکنیم و میکس اسپل رو میخوریم. یعنی اینجا یه ضربه میزنین، دوباره سریع میریم پای آتیش میشینین، این حرکت رو تکرار میکنین. و مثل روش قبلی مجبور نیستین هی کل مسیر رو با اسب برگردین و خالی برگردین، وقتتون هدر بره. خب دوستان بزنیم بریم برای گرفتن ویترم میکس اسپل. From this one, from this one.
خب دوستان سالو مثل اینکه آدماشو قبلا زده. اینجا 2 تا شوالی هستش که میزنه تالیسمن رو میگیره. بریم تالیسمن بعدی. David, yes! David, USA! Hey! تو چقدر نمکی کون David, USA!
سو I look at you and it's easy to see. You are that someone I've been trying to